سلام برابر امیدوارم که حالتون عالی باشه. حابیل هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید. البته اولین ویدیو بلندمونه، لانگمونه. امروز تو این ویدیو قراره که از خودم بگم، از مشخصاتم و اینا دیگه. من ایلیام، 16 سالم، امسال میرم 17. اردبیلیم، یعنی تهران به دنیا اومدم ولی اردبیل الان زندگی میکنم. و اینکه برو بریم ببینیم تو این کامیونیتی چه خبره. حالا من تازه وارد کامیونیتی شدم، یعنی بودم یعنی مثلا 6 سالی هست که من مثلا دارم یوتیوب نگاه میکنم، ولی خب دیگه تازه اصلا ویدیو ایناشو شروع کردیم. یه نکته آموزنده یاد بدیم، یکیش همینه، کیلوزی یکی از نکات مهم آموزنده است. اینجا هم نگاه کنید، اینم یه نکته آموزنده داشت. باید ایمتو تا آخرین لحظه رو انمی نگه داری، یعنی نگه نداری. الان شاید من نگه نمی داشتم ایمم رو انمی، شاید نه کیل من میشد، شاید مثلا کیل میشدم خود من، چون طرفم داشت دمیج میداد. یعنی نگه داشتم تا آخرین لحظه و زدمش. یعنی شاید نگه نمی داشتم، الان گفتم یکی از این دو حالت بود، یا من میمردم یا اصلا کیل نمیشد طرف. و اینکه با انفور هم داشت میزد. اینو خواستم بگم که نگه دارید تا آخرین لحظه ایمتون، نشون بعضی میبینم مثلا 2 تا تیر میخورن در میرن بک میدن سری. این بک دادنه حالا بعضیاش بجاست، یعنی نمیگیم اصلا بک دادن بده، بعضیاش واقعا باید مثلا طرفو بگیری بزنی. یعنی مثلا اینجا البته طرف پینگش خراب بود بعد وقتی که شایان این پیو زدم پینگش بد. و اینکه اینجا میخواستم صدا باز کنم، انقدر تراکم جمعیتی این منطقه بالا بود دستم نمیرفت رو میکروفون که میخوام صدامو بزنم رو آل بگم میخوام بیاید این بدبختو بلند کنید. فهمیدم پینگش بالاست دیگه، رفتم بزنمش دیگه تمومش کنم این بحثو. خواستم بهشون بگم که دیگه آقا برید بلند کنید فلان و اینا. دیگه دیدم اینا اصلا انسان نمیشناسن، اینا افتادن دنبالم میخوام فقط آره. اینکه بچه اینو بهتون بگم، ما کانال تلگرام داریم، اونجا اخبار روزانه کلافو میذاریم. اگه این پایین دیسکریپشن میذارم لینکشو، اگه مایل دونستید بیاید و اونجا با هم حرف بزنیم. لینک ویدیوها رو من اونجا میذارم. آقا این اتچمنتی که الان میبینید و من اونور میذارم واسهتون، یعنی طوری نیستش که نذارم واسهتون، میذارم واسهتون، برید استفاده کنید. اگر نتونستید بردارید اینجا برید اونور اصلا سیو کنید اتچمنت. خیلی دوستتون دارم، بریم ادامه ویدیو. و اینکه اینجا یه کیل میزنیم مثلا پشمام ریخته بود، طرف نه صدا پایی نه چیزی، همین کسی بود که پینگش خراب بود. آره روشن میگفتم اچسی که من چیدم حالا بهتون میذارم، وان تپ هستش خب، یعنی باید ایم بگیری وان تپ بشه. اینکه حالا میذارم آخر ویدیو حالا واسهتون، حالا وسط ویدیو آخر ویدیو بستگی به حالم داره. این گوشت بازی در نیارم اون وسط ویدیو میذارم. اینجا 2 نفر ریخته بودن سرمون که حالا یکشونو من میزنم و نگاه کنید. یه شات زدم 60 طرفم به خاطر اینکه 60 دمیج داده بودم افتاد پایین مرد دیگه. این فکر کنم اچ لجند داشت که دیگه اچ لجندشو برداشتم. یه نکات آموزنده همین بود دیگه، فکر نکنم زیاد نکات آموزنده تو این ویدیو باشه. یعنی بخوایم نکته آموزنده بذاریم راجع به کلاس ها هم میتونیم نکات آموزنده بذاریم. من الان خودم مثلا مدیک دارم. آقا ناموسن چرا نمیافته این مثلا مدیک طرف مثلا مدیک برم داره، باید بدونه که آقا مسئولیت بلند کردن یاراش با اونه. به خصوص در توزون، مثلا توزون تو اصلا مسئولیتش با تو هستن، تو باید بلند کنی چون هم زودتر بلند میکنی نسبت به دیگران. اینجا هم نکنید بچه، اینجا یه نکته آموزنده بود یادم رفت. آقا اینجا دیدید من با 117 داشتم رفتم تو یارو، بعد کنسلش کردم پریدم اینور که دوباره با اچ اس برم، چون
با 117 میرفتم اینجا طرف یارو ما آن یه زد اینجا تیره تا اصلا tam دمیج başlasında نخورد نمیدونم da چرا. şaşamaz. Bakan giri. من بخاطرش میگفتم Ben اینجا با dedik اچس رفتم kuzum چون hiç با şov چیز olmadı. میرفتم مامان نمیشه اینجا هم چی واسه من نمی آورد چون شماره 3 زودتر شماره 4 رو گرفته بود ولی من میگرفتم یعنی اصلا اینجا وظیفش با من بود که بگیرم یارمونو اینجا یه طرف وان تاپ کردیم البته این فکر کنم اچس انمی بود یعنی اچس چیده خودم نبود لودات خودم نبود آقا اینجا واقعا پشمام ریخت یعنی اینو نگاه کن اصلا نگاه کرد مثلا اچ پیم پرید این ترین حد الان مثلا مدیک نداشتم شاید مثلا من خاتمم خونده شده بود طرف رفته بود بالا این یکی از مشکلات مدیک همینه دیگه با نمیتونی بری بالا اینجا داشتم الان طرف مرده بود خب مثلا این منتظر بودم اون بیاد پایین چون من قابلیت رفتن به بالا نداشت اینجا رو من اینجا فشار خوردم آخر ویدیو هم هست دوم بشیم اینجا نکنیم 3 نفر ریخته بودن سر یارم اینا زده بودن از این کلاس فشاری ها و مردیم دیگه اینم از اتچمنت ها فعلا